تو ویدیوی قبلی دیدیم که روم چجوری تأسیس و از یک شهر کوچیک شروع شد و تونست با از سر راه برداشتن همه همسایه‌ها و مناطق اطرافش تقریباً به تمام شمال و مرکز شبه قاره ایتالیا تسلط پیدا کنه. اما حالا برای ادامه مسیر سد بزرگتری یعنی یونانی‌ها رو پیش رو داره. حدود سال 281 قبل از میلاد یک درگیری بین روم و شهر یونانی تورنتوم اتفاق میفته و از اینجا هم شروع میشه که 10 تا از کشتی‌های رومی در حال گذر از خلیجی در نزدیکی تورنتوم بودن، در محلی که طبق یک معاهده قدیمی عبور رومی‌ها از اون منطقه رو منع می‌کرد. در نتیجه نیروهای تورنتومی به کشتی‌های رومی حمله می‌کنن و 4 تاشون رو غرق و یکی رو هم به همراه تمام سرنشیناش اسیر می‌کنن. و بعد هم رومی‌ها سفراشون رو برای مذاکره و آزاد کردن اسرا و اموالشون به تورنتوم میفرستن. اما درخواست روم رو قبول نمی‌کنن و به طرز تحقیرآمیزی هم با سفرای روم برخورد می‌کنن که نتیجهش هم میشه اعلان جنگ روم به تورنتوم. بعد اعلان جنگ روم به تورنتوم، تورنتومی‌ها تصمیم می‌گیرن از پیروس پادشاه اپیروس درخواست کمک کنن. درخواستشون رو به همراه یک سری هدایا به اپیروس ارسال می‌کنن و علاوه بر این پیشنهاد میکنن که اگه پیروس با درخواستشون موافقت کنه، خودشون هم یک ارتش بزرگی متشکل از خود تورنتوم و شهرهای متحد اطرافش فراهم کنه و در اختیار پیروس قرار بده. پیروس هم که از قبل فکر حمله به روم تو سرش بود، درخواست تورنتوم رو قبول میکنه، البته با این شرط که مخارج این حمله رو خود تورنتوم بده و این شروع جنگ‌های گسترده پرفراز و نشیبی بین این دو جبهه است. پیروس متحد قدرتمندترین حاکمان اون زمان هم بود و واسه این نبرد از حمایت اونها هم برخوردار بود. پیروس از آنتیخوس اول پادشاه سلوکیان کمک‌های مالی و از آنتیگونوس دوم پادشاه مقدونیه تعدادی کشتی و از بطلیموس دوم پادشاه مصر 5000 پیاده نظام و 2000 سوار نظام قرض میگیره و در مجموع پیروس ارتشی از بیش از 20000 پیاده نظام و 3000 سوار نظام و 20 فیل جنگی فراهم میکنه و به سمت تورنتوم حرکت میکنه که البته سفر خیلی تلخی هم براش میشه. کشتیاش گرفتار طوفان میشن، تعدادی از نیروهاش غرق، خیلی دیگه‌شون هم از هم پراکنده میشن. اما در نهایت پیروس خودش رو به ایتالیا میرسونه، اما در حالی به اونجا میرسه که فقط 2000 تا پیاده نظام و تعدادی کمی سوار نظام و 2 تا فیلی براش باقی مونده. اما در نهایت کشتیایی که در مسیر پراکنده شده بودن بعد از چند روز تأخیر موفق میشن خودشون رو به ایتالیا برسونن. وقتی پیروس به اونجا میرسه برای جبران نیروهاش همه نیروهای محلی رو مجبور میکنه به ارتشش ملحق بشن و در نهایت میتونه نیروهایی که در طوفان از دست داده بود رو جبران کنه و حتی ارتش بزرگتری هم فراهم کنه. ابتدا پیروس یک نامه‌ای رو برای رومی‌ها ارسال میکنه و یک سری شرایط میذاره و ازشون میخواد با شهرهای یونانی صلح کنن تا جنگی اتفاق نیفته، ولی رومی‌ها که اسم کردن دست بالاتر رو تو نبرد دارن قبول نمیکنن و در نهایت نیروهای روم در منطقه‌ای به نام هراکلیا با نیروهای پیروس روبرو میشن. ارتش روم متشکل از 40000 پیاده نظام و 2000 تا هم سوار نظام بود و ارتش پیروس هم از 31000 پیاده نظام و 4000 سوار نظام به علاوه 20 تا فیل جنگی تشکیل شده بود. بخش اعظم ارتش پیروس از فالانژا تشکیل شده بود که یکی از موثرترین و مخوفترین نیروهای اون زمان بودند که در زمان اسکندر مقدونی و حملش به ایران هم یکی از مهمترین دلایل موفقیت اسکندر همین فالانژا بودند. پیاده نظام‌های سنگینی که نیزه‌های خیلی بلندی داشتن که حدود 4 متر طولشون بود و در زمان نبرد یک همچین آرایش مخوف و غیر قابل نفوذی می‌گرفتن. پیروس علاوه بر این نیروها یک سری نیرو هم از طرف متحدین دیگه‌اش قرار بود که بهش ملحق بشن. پس تصمیم میگیره اون طرف رودخونه اردو بزنه به امید اینکه رومی‌ها به سختی بتونن از رودخونه عبور کنن و کمی زمان براشون بخره تا نیروهای پشتیبانشون برسن. اما در نهایت رومی‌ها شروع میکنن از رودخونه عبور کنن و هنگامی که خبر عبورشون به پیروس میرسه فوراً سوار نظاماشو میفرسته تا آرایش نیروهای رومی رو به هم بزنن و سرعتشون رو کم کنن تا پیاده نظام خودشون رو آماده کنن و برسونن. در نهایت فالانژهای یونانی با لژیون‌های رومی مواجه میشن. یونانی‌ها که تا الان رومی‌ها رو به چشم بربر نگاه می‌کردن، حالا با دیدن آرایش لژیون‌ها متوجه میشن که سخت در اشتباه بودن و با یک گروه بربر طرف نیستن، بلکه با ارتشی منظم و منسجم طرف. در ادامه چندین موج حمله اتفاق میفته، ولی نه فالانژا موفق به نفوذ به لژیون‌ها میشن و نه لژیون‌ها میتونن سد فالانژا رو بشکنن. این وسط پیروس زره و کلاه خود خودش رو یکی از محافظاش عوض میکنه و خودش عقب میره که کشته نشه، ولی محافظش بعد از این مدت کوتاهی توسط یکی از لژیون‌های رومی کشته میشه و خبر هم سریع بین هر دو طرف میپیچه. رومی‌ها روحیه دوچندان میگیرن و یونانی‌ها به کلی روحیه‌شون از دست میدن و حالا لژیون‌های رومی دست بالا رو تو نبرد دارن.
پیروز که متوجه ماجرا میشه سری خودش رو به صفوف اول میرسونه و خودی نشون میده که نیروش مطمئن بشن که پیروز کشته نشده. در همین حین هم 20 تا فیل جنگی که یونانی‌ها با خودشون آورده بودن از طرفین به سمت لژیون‌های رومی حمله میکنن. اکثر رومی‌ها اون زمان تا حالا فیل ندیده بودن و حالا با دیدن این صحنه حسابی وحشت میکنن. اما با این وجود هم آرایششون رو حفظ میکنن، ولی اسب‌های سوار نظامشون فیل‌ها رو که میبینن وحشت میکنن و به سمت لژیون‌ها و نیروهای خودی فرار میکنن و آرایش لژیون‌ها رو هم به هم میزنن و در نهایت هم رومی‌ها مجبور به عقب نشینی میشن. رومی‌ها توی نبرد 7000 نفر تلفات میدن و 2000 تا از نیروهاشون هم اسیر میشن. اما این پیروزی برای پیروز هم چندان شیرین و راحت نبود، چرا که 4000 نفر از نیروهاش به تعداد زیادی از بهترین فرماندهانش رو توی این نبرد از دست داد. حالا پیروز نه تنها تونسته بود روم رو شکست بده، بلکه شهرت زیادی هم به دست آورده بود و همینم باعث میشه مناطقی که تا حالا بی‌طرف باقی مونده بودن به پیروز ملحق بشن. اما پیروز در ادامه دوباره سفیر رو به روم میفرسته و پیشنهاد میکنه که با تورنتوم صلح کنن و در ازاش هم اسراشون آزاد بشه. پیروز انتظار داشت بعد از اون پیروزی که به دست آورده بود رومی‌ها دیگه خیلی راحت این پیشنهاد قبول کنن، ولی رومی‌ها این بار هم پیشنهادش رو رد میکنن. پیروز به سمت روم حرکت میکنه و سعی میکنه چند تا از شهرهای توی مسیر رو هم تصرف کنه که موفق نمیشه، ولی در نهایت خودش به شهر روم میرسونه. تا 6 کیلومتری روم هم پیش میره، ولی دیوارها و استحکامات دفاعی شهر رو که میبینه پشیمون میشه و تصمیم میگیره به جاش به شهرهای جنوبی لشکر کشی کنه که بتونه متحدین و منابع بیشتری هم پیدا کنه. رومی‌ها بعد از شکست هراکلیا دیگه خیلی تمایلی نداشتن که با ارتش پیروز روبرو بشن، ولی پیروز شهرهای مهمی رو تصرف کرده بود و رومی‌ها چاره دیگه ای نداشتن و این بار رومی‌ها و یونانی‌ها در شهر اسکولوم برای بار دوم به مساف هم بودن. در این نبرد رومی‌ها 40000 لژیون و 5000 سوار نظام داشتن و این دفعه برای اینکه جلوی فیل‌ها رو بگیرن و تجربه تلخ قبلی براشون تکرار نشه 300 تا هم واگن ضد فیل ساخته بودن که این واگن‌ها توسط 2 تا گاو کشیده میشد و داخل واگن هم نیزه‌های بلند و تجهیزات آتش‌زا داشتن که این نیزه‌ها و آتش‌ها رو به سمت فیلا پرتاب می‌کردن و بیشتر هدفشون ترسوندن و فراری دادن فیلا بود. پیروز هم 38000 پیاده نظام و 5000 سوار نظام و 19 تا هم فیل داشت. ابتدا نبرد در مرکز بین پیاده نظاما بی نتیجه بود و جنگ در طرفین بین سوار نظاما هم حسابی داغ شده بود. در ادامه پیروز فیلاشو میفرسته کمک سوار نظاما. رومی‌ها هم در جواب واگنای ضد فیلشون رو میفرستن، ولی این فقط یکم سرعتشون رو کم میکنه و بعد همین واگن‌ها خدمه‌شون یا گاوهایی که اینا رو میکشید خیلی زود کشته میشن. در ادامه رومی‌ها موفق میشن به وسط ارتش پیروز نفوذ کنن. پیروز که این صحنه رو میدید فوراً به همراه نیروهای ذخیرش میره و خلأ به وجود اومده رو پر میکنه. در ادامه 4000 نفر از متحدان روم که قرار بود از پشت سر به نیروهای پیروز حمله کنن میرسن و کمپ نیروهای پیروز رو آتیش میزنن. فالانژا هم که این صحنه رو میدیدن روحیه‌شون رو به کلی از دست میدن. اما نبرد در جناحین برای پیروز خوب پیش میرفت و حالا فیلا و سوار نظاماشون شروع میکنن از طرفین پیشروی کنن و در انتها باز هم رومی‌ها مجبور به عقب نشینی میشن، ولی باز هم همه چیز مثل نبرد قبلی پیش رفته بود و این پیروزی برای پیروز به قیمت از دست دادن 3500 تن از نیروهاش تمام شده بود و رومی‌ها هم حدود 6000 نفر تلفات داده بودند. به علاوه چون کمپ پیروز آتش گرفته بود، صدها نفر رو هم بعد از جنگ از دست میده به دلیل اینکه تجهیزات پزشکی که برای مداوای زخمیان نیاز داشتن و همچنین آذوقه‌شون به کلی از بین رفته بود. پیروز نقل قول معروفی هم داره که بعد همین نبرد میگه اگه ما یک پیروزی دیگه به دست بیاریم به کلی نابود میشیم. و اصلا بعد از اون یک اصطلاحی هم توی زبانهای لاتین رایج میشه که بعد از 2300 سال هنوز هم استفاده میشه. تقریبا به همین پیروزی پیروسی میشه ترجمهش کرد که معنای همین پیروزیاییه که خیلی هزینه سنگینی دارن. بعد از اون پیروز برای مدتی به سیسیلی میره. ابتدا پیشروی‌های خوبی هم میکنه، ولی در ادامه اوضاع براش خوب پیش نمیره. در همین حین هم از تورنتوم براش خبر میاد که روم داره پیشروی میکنه و در نهایت مجبور میشه که برگرده. ارتش رومیا به 2 گروه تقسیم شده بود. پیروز تصمیم میگیره یک بخش از نیروهاش رو به سمت دسته اول بفرسته که سرعتشون رو کم کنه و نذاره به دسته دوم ملحق بشن و خودش هم به همراه 35000 تا از نیروهاش به گروه دوم حمله کنه که اونام حدود 25000 نفر بودن.
و در تپه‌ای در نزدیک شهر بنونتوم مستقر شده بودند. رومیا منطقه ناهمواری رو برای نبرد انتخاب کرده بودند، چون زمین‌های ناهموار نقطه ضعف فالانژا بود. توی این مناطق نمیتونستن آرایششون رو به خوبی حفظ کنن. پیروز که شرایط رو میبینه تصمیم میگیره 1/4 از نیروهاش رو از وسط جنگل بفرسته تا از بغل رومی‌ها در بیان و غافلگیرشون کنن و بعد هم با باقی نیروها حملهشون رو شروع کنن. ولی به تاریکی میخورن و تو جنگل گم میشن. ولی در نهایت با تأخیر خیلی زیاد خودشون رو میرسونن. پیروز نیروهای اصلی رو هم بیدار نگه داشته بود که به محض رسیدن دسته دوم نیروهاش حمله رو شروع کنه و حالا با این تأخیری هم که به وجود اومده بود به شدت خسته بودن. اما دسته دوم وقتی بالاخره میرسن از جای در میان که کاملا تو دید نیروهای رومی هن و حالا دیگه اون نقشه غافلگیر کردن کاملا خراب شده. نیروهای رومی در حالی در برابر فالانژا قرار میگیرن که فالانژا حسابی خسته و گرسنه‌اند و خیلی سریع تحت فشار قرار میگیرن. به سرعت فیلاشون رو میفرستن جلو، ولی رومیا دیگه یاد گرفته بودن که چجوری جلوی فیلا رو بگیرن. اونا رو به کناره‌های زمین و به سمت ناحیه‌ای منحرف می‌کردن که اونجا تعداد زیادی از رومیا با نیزه‌هاشون آماده بودن و نیزه‌هاشون رو به سمت فیلا پرتاب می‌کردن. در ادامه یه سری از فیلا کشته شدن، یه سری هم ترسیدن و به سمت نیروهای خودی فرار کردن و حالا اوضاع رو برای فالانژا بدتر هم کردن. و در نهایت رومی‌ها قسمت اول این نبرد رو پیروز میشن و حالا به سمت بخش اصلی ارتش پیروز حمله میکنن. اینجا هم اوضاع برای پیروز خوب پیش نمیره. نیروهاش به شدت خستن و در همچین زمین ناهمواری آرایش منظمی هم نمیتونن بگیرن و فیل‌های باقی مونده‌شون هم با همون استراتژی قبلی رومیا از پا در میان و در نهایت پیروز عقب نشینی میکنه. و این آخرین تلاش پیروز در برابر روم بود. بعد از اون به کشور خودش اپیروس برمیگرده، ولی یک بخشی از ارتشش رو برای دفاع از تورنتوم همونجا نگه می‌داره و بعدش هم درگیر یک سری جنگ‌های دیگه میشه و در نهایت هم پیروز در سال 272 قبل از میلاد توی یک نبرد در منطقه آرگوس کشته میشه و در همون سال هم تورنتومی که دیگه بدون پیروز هیچ شانسی در برابر روم نداشت مجبور به تسلیم میشه. حالا تقریبا تمام شبه قاره ایتالیا در تسلط رومی هاست. نه لاتین ها، نه گال ها و نه یونانی ها هیچ کدوم نتونستن روم رو مهار کنن. اما حالا چالش جدیدی پیش رو دارن، چیزی که شبیه هیچ کدوم از چالش‌های قبلی نیست. کارتاژ که شاید کمتر راجبش شنیده باشیم اما یکی از مهمترین و بزرگترین تمدن‌های تاریخ به حساب میاد. تلفات دوران جنگ‌های پیونیک بین روم و کارتاژ حدود 1.5 میلیون نفر تخمین زده شده و این دوران یکی از خونین‌ترین دوران‌های تاریخ به حساب میاد که ویدیوی بعدی ما هم در خصوص همین موضوع خواهد بود.